had the opportunity also to talk about a range of security issues. یک روز پیش روزنامه هارتس از تلاش برای جلب موافقت کابینه برای حمله به تأسیسات اتمی ایران نوشته بود. دولت انگلستان قصد دارد رئیس جمهوری اسرائیل برای دومین بار در 2 روز ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. شنبه در تل‌آویو جهت آمادگی و مقابله با حملات روشن کشورهای غربی به تبدیل نظر شده من است. بازیگر نهایی ایرانه که میتونه این بازی رو تغییر بده. ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیبی‌های محکم و مشت‌های فولادین هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند. پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.